خبر خوب. سلام دوستا، بیایید به این خبر خوب گوش بدید. به این کتابچه تصویرها نیا کنید، با دقت و نوار گوش بدید و یاد داشته باشید که هر وقت این سیان اشنفتید صفحه برق بزنید. تصویر یک. اولا وقت فقط خدا نبیو، به جز او همه چی تاریک بیو بس. خدا خوبه و حاکم همه چیه. اینجوری که دی تصویر مینید دنیان خدا درست کرد. بعدش به نور گفت بتو. او خورشید نوره سلطنت روز و ما نوره سلطنت شو قرار داد. تصویر دو. خدا حرف میزنه. کتاب اینه که مین تصویر مینی کتاب مقدسه. این حرف خدا در مورد خدا و راهیه او و ما حرف میزنه. خدا همه مردم دوست داره. ایما از خدا جدا بیاییم، ولی کتاب مقدس تنها وسیله‌ایه که میتونیم با راه آشتی با خدا نپیا کنیم. این داستانیا واقعی اینه که شهرشون میم همشو از کتاب مقدس گفته بیان. تصویر سه. آفرینش. خدا همه چینه با حرف خوش درست کرده و همه چینه خوب درست کرده. او اول زمین، کوه، دریا و رودخونیان درست کرد. بعدش همه موجودی‌ها زنان درست کرد. ماهی‌ها مینه او و همه حیوانیان رو زمین. خدا ده همه چی که درست کرد رضایت کامل داشته، چون همه شو خوبیان. تصویر 4. آدم و حوا. خدا اولی آدم مرد و زن درست کرد و اسمشون نا آدم و حوا. خدا به آدم و حوا قدرت داد تا به بقیه موجودی‌ها پادشاهی کنن. اونا دوستا خدا بیان و باغ محل زندگیشو با خدا همکاری داشتن. خدا به اونا اجازه داد تا همه میوه و باغ ورق خورده استفاده کنن به جز یه درخت. از تصویر سمت چپ می‌بینید که اونا از فرمان خدا سرپیچی کردن و امیوه درخت ممنوعیت داشتن می‌خوردن. اونا با بیخبری خوش و گناه کردن و قرار دوستی با خدا نشکنان. در تصویر سمت راست می‌بینید که خدا با بیرو کردن آدم و حوا امین باغ اونا تنبیه کرد. او موقع تعالی همه آدما باید برای تهیه غذا و مایحتاج خوش و زحمت و سختی بینن و باید درد و مریضی بکشن و آخر سر بمیرن. تصویر 5. هابیل و قاین. آدم و حوا دو پسر داشتن که اسمشو هابیل و قاین بی. قاین و برای خوش حسادت میکرد و یه روز اونک کشت. خدا هیو جوری که آدم و حوا به خاطر گناهشو تنبیه کرد، قاین هم به خاطر این گناه تنبیه کرد. ما همه نسل آدم و حواییم، پس گناهان اونا به ارث بردیم و ذاتاً گناهکار هستیم. گناه آدم از خدا جدا میکنه. ما به خاطر گناهمون باید تنبیه باییم. تصویر 6. کشتی نوح. سالیا گذشت و بچه‌ها زیادی از آدم و حوا به دنیا آمدن. این آدم‌ها هم گناه کردن و از خدا سرپیچی کردن. گناه آدم‌ها انقدر بزرگ بود که خدا تصمیم گرفت و یه طوفان بزرگ همشون رو نابود کنه. تنها یه نفر بی که خدا رو دوست داشت و اش اطاعت میکرد. اسمش هم نوح بی. خدا به نوح گفت که کشتی بزرگی بساز. خدا میخواست با این کشتی نوح و خانواده‌اش از طوفان نجات بیاد. نوح امین و همه سالیا که داشت کشتی نمیساخت درباره عدالت خدا به مردم هشدار میداد، ولی مردم و هشدارش توجه نمیکردن و گناهاشو دست نمیکشین تا از طوفان نجات پیدا کنن. تصویر 7. طوفان عظیم. طبق دستور خدا نوح یه نوع همه جانوری‌ها و حیوانیان به کشتی آورد. نوح و زن و 3 پسرش و عروساش رفتن میان کشتی. خدا در بس و باران شدیدی آمد. دیگه برای نجات از طوفان خیلی دیر بیاوی. نوح و خانواده‌اش زمین کشتی جاشو امن بی، اما همه اونایی که خارج کشتی بیان غرق بیان. نوح نجات پیدا کرد چون به خدا ایمان داشت و او اطاعت میکرد. تصویر 8. ابراهیم، سارا و اسحاق. چند تا نسل گذشت و بچه‌ها نوح بین چند قبیله بزرگ.
ابراهیم مردی بی که خدا دوست داشت و او اطاعت میکرد. خدا به ابراهیم قول داد که از نسلش ملت بزرگی درست میکنه. ابراهیم و زنش سارا بچه‌ای نشدن، اما بازم به قولی که خدا به اونا دایوی ایمان داشتن. این تصویر نشون میاد که اونا از پیری بچه دار بیان. بچهش و پسری بی و اسمش اسحاق بی. ابراهیم و اسحاق اجداد عیسی مسیح بیان که به خاطر نجات آدما به زمین آمد. تصویر 9. موسی و خدا. از نسل ابراهیم قوم بنی اسرائیل به وجود آمد. موسی از نسل ابراهیم بیو و خدا خیلی اعتقاد داشت و او اطاعت میکرد. روزی خدا موسی و کوی خونی و قانوناش وش داد تا به مردم اسرائیل یاد بیاد. این تصویر موسی نشون میاد که اکو پایین میاد و تو دستاش کتیبای قوانین خدا مینیم. خدا میخواد که همه قوانین و فرماناش اطاعت کنن. تصویر 10 فرمان. بعضی قوانین و فرمانی خدا ده اینجا مینیم. این فرمانا به ما یاد میان که خدا دوست داشته باید و او اطاعت کنیم. اولی فرمان خدا اینه که از پرستش بتا و عکس‌ها، حیوانا، اشیا دور باید و فقط تنها خالق واقعی عبادت کنیم. همه مردم باز یه رو هفتن به خدا اختصاص بیان. فرمان بعدی اینه که بچه ها باید از ننه بابا خوش رو اطاعت کنن و احترامشون رو داشته بان. از تصویر سمت چپ قسمت پایین قانون خدا ما که ایمان نباس باعث قتل بایم، نباس زنا کنیم، نباس دزدی کنیم یا به مال دیگری طمع داشته بایم. خدا ایمان میخواد که قوانینش رعایت کنیم. تصویر 11. قربانی گناه آدما. امین او روز هر وقت آدم و اشکنان قانون خدا گناه میکرد مجبور بی که یه برنه برای گناهش قربانی میکرد تا به جا گناهکار او برای قربانی با. برن نمادی از پسر خدا عیسی مسیح بی. عیسی مسیح میخواست برای بخشش همه آدما به دنیا بیاد. او برای خدا که گناه امین دنیا هیز بیاد. عیسی مسیح و مرگش دلو صلیب چوبی قربانی گناه ایمانا بی. و عیسی مسیح ایمان بیارید و به گناه خودتو اعتراف کنید و توبه کنید و پیروی گناه دست بکشید. او وقت که خدا شما رو آمیزیه میکنه. تصویر 12. فرشته، مریم و یوسف. الان می‌بینیم که چجور عیسی مسیح میاد دنیا. خیلی وقتا قبل خدا قول داد که یه نجات دهنده مفرسته. در تصویر سمت چپ می‌بینید که فرشته آسمان و ملاقات باکره‌ای به اسم مریم آمد. مریم باکره نامزد یوسف بیابی. فرشته به مریم گفتا که روح خدا به تو میاد و تو حامله مایی و پسری به دنیا میاری که اسمش عیسی بد. همونجوری که تصویر سمت راست نشون میاد فرشته امین خوب و یوسف ظاهر بیو بهش گفتا که ای که با مریم ازدواج کنید ترسی ناشته و بفهم که روح القدس اون حامله کرده. اسم بچه‌م باید عیسی با یعنی نجات دینده. او قوم خوش از گناه نجات میان. یوسف از خدا اطاعت کرد. تصویر 13. به دنیا آمدن عیسی مسیح. یوسف و مریم باز به شهری به اسم بیت لحم مسافرت میکردن. وقتی به شهر آمدن مین مسافرخونه جایی براشون نبی و ناچار به محلی که گوسفندا و گاویا بیان مونستن. اونجونا بی که مریم عیسی به دنیا آورد. همون شو فرشته‌ای و چوپونا و اطراف که داشتن از گوسفنداشو مراقبت میکردن ظاهر بیو خبر تولد عیسی ده بیت لحم و اونا دا و فرشته‌ها زیای آسمان ظاهر بیان و خدا نشو کردن. چوپانام برای دیان نجات دهنده و بیت لحم رفتن. تصویر 14. عیسی به عنوان معلم. در تصویر سمت چپ عیسی در سن 12 سالگیش می‌بینیم که با بزرگا بنی اسرائیل مشغول حرف زدن در مورد خدا. معلمان و بزرگا قوم از دانش عیسی در مورد علمی الهی خیلی تعجب می‌کردند. تصویر دومی عیسی در جایی که با مردم در مورد خدا حرف میزنن نشون میده.
بعضی آدما به تعلیمات عیسی ایمان آوردن و او اطاعت میکردن، بعضی هم باش مخالف بیان. خدا ایمان میخواد که به عیسی مسیح ایمان بیاریم و او پیروی کنیم. تصویر 15 معجزه عیسی. این عکس‌ها قدرت زیاد عیسی مسیح در انجام معجزه‌ها خوش و ایمانشون میاد. از سمت چپ عیسی کور مادرزادی لمس میکنه و شفا میاد. در تصویر وسط بچه مرده اینو مینیم که رو چشا باباندنش زنم و آخر سرم عیسی رو مینیم که رو او را مره تا برعلا شاگرداش تمین قایق. عیسی مسیح معجزات زیادی مثل اینان انجام دیه تا نشون بیاد که پسر خدا. همینطوری که عیسی خوش کوران بینا و مردیان زنم کنه، میتونه با قدرت روح مقدس به ما کمک کنه. تصویر 16 عیسی شکنجه ما. عیسی معجزات عجیب زیادی انجام دو آدما زیادی او پیروی کردن. عیسی مهربون او مریضان خوب میکرد و راه خدا رو به اونا نشون میاد. او به دنیا آمیه بی تا گناهکاران نجات بیه. اما خیلی افشو اگه که عیسی اونان گناهکار سیاه میکرد او نفرت داشته. بزرگا قوم یهود نسبت به عیسی حسادت میکردن و بهش ایمان نشدن. اونا عیسی دستگیر کردن و دروغا زیادی نمین مردم شایع کردن. بعدش تاج اخار به سرش نان و او دهنشون روش رختن و مسخرش میکردن. ولی عیسی اصلا مقاومتی از خوش نشون نمیاد. او عقب مینست که این اتفاقا ورش به وجود میاد. او اجازه میاد آدما گناهکار اذیتش کنن و بکشنش. عیسی مسیح به دنیا میابی تا قربانی گناه آدما با، تا اینجوری جریمه‌ای که ما خواستیم برای گناهامو بیم او پرداختش کنن. تصویر 17 عیسی به قتل میرسه. سربازا عیسی مسیح خداوندن و میخ بستن قی صلیب چوبی. اونا صلیبن آویزون نیه داشتن و او تا موقعی که مرده قی صلیب مونست. و عیسی خداوند دوتا جنایتکارن و همین شکل به قتل رسیدن. اون موقع کشتن جنایتکارا و صلیب رسم بی، ولی عیسی هرگز گناهی نکرده بی. او قربانی بی تا جریمه گناهی ها همه آدمان پرداخت کنه. ایما همه گناه کردیم و به خاطر همین گناه ها محکوم میم به نابود بیه. عیسی این مجازات مرگنه که ما مستحقش بیم ایما گرفت. اگه ایما صمیمانه اعتراف کنیم که گناهکاریم و همه وجودمون از گناهی ها و راهی ها بعد بازگشت کنیم، خدا ایمان مخشه. به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید تا نجات پیدا کنید. تصویر 18 ورثه‌ان مسیح. دشمنای عیسی فکر میکردن که اون ابین مرن، در صورتی که اینجور نبی. بعد او که عیسی رو صلیب جدا مرد، دوستاش جسدش تو غاری بردن و جلو غار وای سن بزرگی کپ کردن. 2 روز گذشت، روز سوم عیسی مرگ برسا. وقتی چند تا از زنها به سر مزارش رفتن، دیدن که سنگ بزرگ اوور رفته و جسد عیسی تو غار نیسا. و یکل 2 تا فرشته امین آسما پیا بوین و اونا گفتن عیسی اینجا نی، او زنبیه. عیسی مسیح و ورثه‌ان خوش هم مرگ ثابت کرد که هو خدای حقیقیه. عیسی امروز هم زنیه و قدرتش خیلی از قدرت شیطان و مرده بیشتر عیسی. تصویر 19 توما ایمان میاره. بعد ای که عیسی هم مرگ برساد، چند تا از شاگرداش اون دیدن و واش صحبت کردن، حتی واش غذا خوردن. یکی از شاگرداش به اسم توما نمیتونست باور کنه که او دوباره از نبیه. او گفت تا خم شخصا جا زخم میخوانه رو بدنش نینم و اونانو لمس نکنم ایمان نمیارم. ده این عکس مینید که عیسی جا زخماشو به توما نشون میاد. او که دیگه شکی ده زنبیه مسیح نشتا و پا مسیح افته و گفت ای خداوند و ای خدای من. عیسی گفت که خوشا به حال آدمایی که من نین و ایمان آوردن. تصویر 20 و آسمان رفتن عیسی مسیح. تا 40 روز بعد از ویلیسیان عیسی مرگ او چنگل خوش به آدما مختلفی نشود. خیلی اون دیدن که زنبیه بی. حالا وقتش رسیده که عیسی و آسمان بر الله پدر خوش.
او کار اینه که برای انجامش آمیابی و انجام رسانیابی. عیسی به شاگردا خوش گفت که به همه کس و همه جایی خبر خون باید. شاگردا عیسی اون دیدن که به آسمان رفت و بعدش 2 مرد سفیدپوش آمان لاشون و با اونا گفتن که مسیح خداوند و همین شکل که به آسمان رفت به زمین ورمیارده. تا موقعی که اون موقع برسه مسیح مین آسمان میمونه و برای همه آدمایی که وش ایمان آوردن وش پیروی کردبان تو آسمان جاها مختلفی تدارک دیه. دوست عزیز، شما چطور؟ از خودتون سوال کنید که آیا شما به عیسی خداوند ایمان دارید؟ آیا آمادگیش دارید که وقتی به زمین آمیابا باش ملاقات کنید؟ تصویر 21 صلیب. عیسی مسیح جان خوش داد تا ما آدمان از مجازات گناه که مردن و نیسیه نجات بیاد. او هیچ وقت گناه نکرد. او با مردنش گناهه که باعث جدایی ما از خدا بیاد بین برد. صلیب اینه به خاطر ایمان میاره که عیسی قربانی پاک و بیگناهی بی. او کفاره گناه ما بی. برای ای که وقتی به عیسی مسیح ایمان داشته بایم و توبه کرده بایم خدا ما آدمان مخشر. به خاطر عیسی مسیح که به ایمان آدمان بچه خدا و از صلح با خدا برامن بیاییم. عکس‌ها بعدی به ایمان کمک میکنه که بفهمیم مسیحیت چه معنی میتونه داشته باشه. تصویر 22 دو راه. عیسی مسیح به ایمان یاد میاد که در زندگیمون 2 راه پیش رو خودمون قرار بدیم. اول راه پهن پر از گناه که به آتش جهنم و نابودی ما میکشه. همه ما نسل آدمیم و ذاتی گناه‌آلود داریم و دمین این راه پهن داریم قدم بزنیم. عیسی ما که راه دومه که باریک‌تره اما به خدا ختما پیش بریم. هر آدمی که من زندگی خوش به عیسی ایمان داشته با نجات پیدا میکنه و زندگی جاودانی میتونه داشته با. او در واقع راه خوش از جاده پهن گناه و جاده باریک که به زندگی ابدی ختما تغییر دیه. برای آدمایی که من این جاده باریک قدم ملن هیچ محکومیتی وجود نره. هر تصمیم گرفته باید که به عیسی ایمان بیارید میتونید تو تنهایی با خدا حرف بزنید و باید که خدایا من اعتراف میکنم که گناهکارم. ایمان دارم که مسیح رو صلیب به خاطر گناه من کشته بیاد. من بخش و قلبم پاک کن و من اینکه آدما خونه خود حساب کن. میخوام عیسی مسیح توی دنیا و آینده پیروی کنم و میخوام با تو ملکوت تو بام. خدایا حت متشکرم. تصویر 23 بچه خدا. توی عکس می‌بینید که عیسی به همه آدم‌ها دنیا هر قوم و زونی خوش آمد ما. اونا به عیسی ایمان آوردن و الان هم بچه خدا هستن. اونا تو جاده باریکه و ملکوت خدا ختما قدم زین. بچه خدا همه اعضای خانوادن و همه ایشو تو ایمان و عیسی خدا متحدن. تصویر 24 دوباره به دنیا آمیه. یکی از معلمات دینی یهودی به اسم نیقودیموس آمد عیسی تا در مورد خدا عیسی یاد بگیره. عیسی بهش گفت هر که میخواد با جز خانواده خدا احتیاج به یه زندگی تازه داره، درست هی جوری که نو بیاد دنیا. ما قدرت عوض کردن خودمون نریم. روح القدس خدا بعد ایمان و مسیح میامین زندگی ما و ایمان تولید دوباره میه. ایمان مایم آدما تازه‌ای و جزئی از خانواده خدا مایم. تصویر 25 نزول روح القدس. این آدما شاگردان مسیحن. وقتی عیسی مسیح به آسمان رفت به شاگرداش قول داد که روح القدس برای اونا بفرسته. 10 روز بعد از بازگشت عیسی به ملکوت خدا در آسمان شاگردان عیسی مسیح دور هم جمع بیان که ناگاه طبق وعده الهی روح القدس و همه‌شون نازل بی و شاگرداش قدرت پیدا کردن تا به زبان مختلف حرف بزنن و با مردم درباره کارا بزرگ عجیبی که خدا انجام میده صحبت کنن. روح خدا تو قلب همه ایماندارا واقعی مسیح زندگی مونه و همیشه با اونا قدرت میاد تا عیسی مسیح دوست داشته بان و عشق اطاعت کنن. تصویر 26 تو مسیر نور.
قبل ای که یه نفر به عیسی ایمان داشته و درست مثل این مرده که تو تاریکی قدم بزنه او بالا پاهاش ملغزه و تو گناه وارد ما، چون نوری نیستا که هدایتش کنه. وقتی که ما آدما به عیسی مسیح ایمان داشته باشیم مثل آدمی هستیم که تو جاده مستقیم و همواری تو روز قدم بزنیم. عیسی گفت که من نور دنیا هستم. اگه آدمی و من ایمان داشته با دیگه این تاریکی راه نمیره. خدا با دیدن روح قدوس خوش و ایماندارا کمک میکنه تا طبق اراده او زندگی کنن. تصویر 27 اطاعت حرف خدا. یه ایماندار مسیحی آدمیه با زندگی و طرز فکر تازه. حرف خدا اطاعت مونه. او خدا رو برای بخشیدن گناه شکر مونه. یه مسیحی کارایی مثل زنا و جنگ و دعوا و دوزی یا پرستش بت‌ها و سایر خداها و ارواح نمیکنه. روح القدس و یه مسیحی قدرت میاد که ابدی و گناه دوری داشته با و زندگی پاک و درستی داشته با. تصویر 28 خانواده مسیحی. و این خانواده که در راه خدا قدم معلن نیا کنید. مرد و همسرش محبت میکنه و زن و شوهرش احترام مله. این همون چیه که کلام خدا و اینا دستور میاد. اونا و هم کمک میکنن و بچه‌ها خوشون طوری تربیت میکنن که خدا رو دوست داشته باشن و حرفاش پیروی کنن. خانواده مسیحی باز همیشه با هم دعا کنن و خدا رو خدمت کنن. تصویر 29 دشمنا خودتون دوست داشته باش. عیسی مسیح به شاگردا خوش یاد داد که همه آدما حتی دشمنا خوشون دوست داشته باشن. ما باز به هر که محتاجه کمک کنیم، حتی به آدمایی که اندجاد و قوم دیگری هستن. عیسی مسیح تو مسئله برای مردم درباره مردی گفت که به شهر دیگه مسافرت کرده بی. دوزا تو را بهش حمله کرده بیان و کتکش زیه بیان. مردی که قبیله دیگری بی مسافر مجروحنه که به شدت و کمک احتیاج داشت پیا کرده بی و عش پرستاری کرد. او در قبال کمک خوش پولی عش درخواست نکرد. عیسی مسیح گفت که ما باز چنین محبتی داشته باشیم. تصویر 30 مسیح قادر مطلق. این آدما در حال سوزیدن طلسما و بت‌ها هستند. اونا قبل اینکه به عیسی مسیح ایمان داشتن و مسیحی بیابان و این اشیا اعتقاد داشتن، ولی مؤمنان مسیحی باز تمام چیزایی که شیطان و ارواح و ناپاک تعلق داره اخوش رو دور کنن. خدا از شیطان و ارواح ناپاک و همه بت‌ها و طلسما قوی تره. ما مسیحی ها لازم نیست شیطان ترسی داشته باشیم، فقط باید از خدا تقاضا داشته باشیم تا به ما کمک بکنه و ایمان محافظت کنه. تصویر 31 بیرون کردن ارواح ناپاک. دی عکس مردی نمینید که همه وجودش ارواح ناپاک گرفته. حتی تنابا و زنجیرها محکم هم قادر به مهارش نیستن، چون ارواح ناپاک در درون او قدرت زیادی برخوردار بیان. عیسی مسیح دستور دید تا ارواح ناپاک اون مردن ترک کنن و اونا هم همین کار کردن. این مرد نجات پیدا کرد و رفت هرچی که اتفاق افتیه بینه برای بقیه گفت. قدرت مسیح خیلی بالاتر ارواح شیطانیه. شیطان و ارواح ناپاک همه باز عیسی مسیح اطاعت داشته باشن. تصویر 32 وسوسه. این عکس یه ایماندار مسیح نشون میده که وسوسه ما تو هم مسیح پیروی نکنه. شیطان میخواد که ما خدا رو فراموش کرده و همیشه فکر پول و لباس و سیگار و کاران نادرست و مشروبات زیان‌آور باشیم. شیطان ما که این چیزا ما آدمان خوشحال میکنن، ولی شیطان درو ما او سعی میکنه ایمان گول بزنه و از بین بره. یه مسیحی با اعتقاد و توکل به عیسی مسیح و پیروی او میتونه دلا وسوسه شیطان مقاومت بده. تصویر 33 اگه ایما گناه کنیم. عیسی مسئله گفت یه مرد جوانی خونه خوش ترک کرده بیو و جا دوری رفته بیو کار زیاد زشتی میکرد. او زنا میکرد و همه پولایی که باباش وش میا و هدر دیه بی. بعد ای که پولاش تموم بی قطعی بزرگ آمیه بی و خیلی فقیر و گرسنه بیه بی. اون مرد جوو از کارا گناه خوش خیلی تأسف میخورده. پا برگشت فلا بابا خوش و او تقاضا بخشش کرد. باباش خیلی وش محبت کرد و بازم و آغوش باز اش استقبال کرد.
این داستان و ایما آدما ما که اگر گناه کنیم باید حداقل به گناه خودمون اعتراف کرده باییم و توبه کنیم. خدا هم که ایمان خیلی دوست داره گناهامون رو مخشه و باز ما آدمان ولا خوش مره. تصویر 34 بیماری. این زن و مرد چون یکی عزیزاشو مریض بیان ناراحتن. وقتی که مسیحا بیمارمان باز چه کار کنن؟ اونا میتونن دعا کنن و مطمئن بان که هرچی به صلاح اوناست خدا و اونا میان. خدا هر بخا میتونن مریض شفا بیا یا ای که بهش کمک کنه تا دارو درست پیا کنه. خدا ما آدمان دوست داره و هرچی برای بچهاش اتفاق میفته تحت کنترل خوشه. خدا ایمانداران از شر شیطان دور میکنه. پما نواسه شیطان ترسی داشته باید. تو مواقع سختی عیسی مسیح و ایمان و مخواه و ایمان صلح و آرامش بیه. تصویر 35 مرده. ایما همه مینیم که یه روز میمیریم، اما بعد مرگ چه به سر ایمان میاد؟ وقتی یه ایماندار مسیحی بمیره روحش میره لا مسیح. کتاب مقدس که کلام خدا هم ما که ایمان میریم تا با عیسی بایم و این دلیل دوستا شخصی که میرن لا عیسی نباز خوشونه بیش از حد بوازنن. ایمان نباز هم مرگ ترسی داشته بایم، چون مینیم خدا ایمان دوست داره و مان از گناه دور کرده. آدمایی که به خداوند عیسی مسیح اعتقادی نرن این امید بزرگ یعنی زندگی ابدی و خدا بعد مرده از دست دیان. اونا برای همیشه خدا دور مان و تو عذاب همیشگی به سر مرن. آیا مینید در بمیرید و کجا میرید؟ تصویر 36 بدن عیسی مسیح. توی عکس قسمت ها مختلف بدن آدم مینیم. هر کام قسمت ها مختلف بدن ما وظیفه خوش داره. چشم برای دیدن، گوش برای اشنفتن، دهن برای حرف زدن و غذا خوردن. تمام قسمت ها بدن با هم کار میکنن. هر عضوی از بدن زخمی با همه بدن درد و ناراحتیشو حس میکنن. خدا ما که ایمانداران مسیحی همه اعضای بدنن که اسمش هم کلیسا. عیسی مسیح کله بدنه. خدا و هر کام این مسیحا ایماندار کار مشخص ندیه. یه نفر واعظ کلیسا، دیگری کارش خونیانه، یکی معلم و دیگری کشاورز یا آشپزه. هر کام اینا باید برای مسیح خدا کار کنن تا همه بدن قوی با. همه مومنیا باید همدیگر دوست داشته بان و با هم کار کنن. هر یه جور نوا بدن عیسی مسیح رنج مره. تصویر 37 جنبیه برای عبادت. ایماندارا باید مرتب برای عبادت خدا دور هم جمع بان. ایما باز کتاب مقدس بخوانیم و او یاد بریم. باید با سرودی ها روحانی خدا رو شکر کنیم و دعا کنیم. ایما همچنین باید هدایایی برای پیشرفت کار خدا بیم. خدا همچنین به ایما دستور میده که مردن عیسی مسیح نه همیشه به خاطر داشته بایم. توی عکس ایمانداران می‌بینیم که با مشارکت همدیگه نان و نوشیدنی که نشانه از بدن و خون عیسی مسیح شریک ماند. نون نشانه از بدن عیسی مسیح که به روز صلیب به خاطر ما کشته بیه و نوشیدنی نشانه از خون مسیح که برای نجات ما از گناه‌ها ریخته بیه. تصویر 38 مسیح دوباره برمیگرده. همینطوری که خود عیسی مسیح به ایما قولیه یه روز داره به طور ناگهانی آسمو به زمین برمیگرده. او میاد تا همه اعضا خانواده خوش یعنی همه ایمانداران و خوش بره. عیسی و عده ایمانداران که مرده بیان هیز میه و قبرشو خالی ما. او عده ایمانداران که تا اون موقع هنوز زنیان و خوش و آسمو بالا مره. همه ما عیسی مسیح تو آسمو ملاقات میکنیم و تا ابد و او هستیم. بی ایمانا رو زمین باقی میمونن و مورد داوری خدا قرار میدن. ایما به درستی نمینیم که کی عیسی مسیح به این دنیا برمیگرده، ولی تو هر شرایطی باید آماده باشیم. آیا هر مسیح خداوند امروز برگرده شما آماده اید باش ملاقات کنید؟ تصویر 39 باردیه. همینطوری که درخت میوه توی عکس میوه میه یه مسیحی هم ثمره روحنه و بار میاره. عیسی مسیح گفت من تاکم و شما شاخامید، هر تو من وایسید و همینطور من تو شما میوه زیادینه و بار میارید. روح القدس خدا تو درون ما زندگی مونه و مشغول کاره تا ثمره محبت، خوشی، سلامتی، صبر، نیکویی، فروتنی و پرهیزگاری توی ما به بار بیاره.
هر شاخه درختی میوه و بار نیارن، اونا بریدمان و میمیرن و سوزیمان. ثمره روح القدس باید تو زنده ایمانداران مسیح نمایان با و ای باعث جلال پدر آسمونی ما. تصویر 40 حفظیه و دیاریا. عیسی مسیح و همه ایماندارا دستور میدن که برن و مژده نجات به دیاریا برسونن و بانک اونا میتونن از گناه جهنم نجات پیدا کنن. یه عکس یه ایماندار نشون میده که از مسیح اطاعت کرده و خبر نجات به دیاریا بازگو میکنن. روح القدس ما کمک بکنه که برای عیسی شهادت بدیم. شما میتونید به دیاریا باید که از تصویرهای کتاب چه چیزی یاد گرفتید.